پدرم گفت یا ما رو انتخاب کن یا رفیقات. گفتم رفیقام عشقه. دقیقا 30 سال پیش چه غلطی کردم این رو بذارم. چه غلطی کردم. ای باید این نمیدونم 3 بارم خودکشی کردم ولی انگار عمرم بدونیم. چند وقت تو خیابونی؟ خیلی ساله. خیلی ساله. الان فکر نمی‌کنم پام ضایعاتی که ضایعاتی من یه ضایعات دست بگیرم. رفیقا قدیم من میبینن آقا بدون پول فرو میکنن تو جیبم انقدر خجالت میکشم اصلا میام آب دوشم میرم میزنم. به این موضوعات خیلی فکر میکنی؟ خیلی خودخورم. صحبت کردن خب خوبه؟ آره ازان سبک میشم با خدا. این اشکایی هم که دارم میدم با خدا من سبک میکنم. میخوام قطع کنم. عفونت گرفته؟ بله خیلی شدید. تو تا یه ما دیگه قطع نکنی یا میزنه به خونت تو رو میکشه یا میزنه به قلبت. عفونت تو رو میکشه. عفونت کجا بود؟ مچ پام تا کشاله رون پام اومد بالا. گفت تو 10 سال پسر پات اینجوریه این مواد رو کنار نداشتی؟ حتما خودت بکشی راحت کنی خودت. آنها چه مشکلی؟ پدر مادر چه پدر مادر آدم جواهرن. من الان باید خونه باشم از پدر مادرم مراقبت کنم. هر دوتاشون پیرن. خیلی من کمک کرد. خیلی خواست درس من بگیره ولی خودم نخواستم. اینقدر زور مواد زیاده؟ زور مواد زیاد نیست. ما خودمون آدمای راد طلب و لذت‌جوی هستیم. این زور مواد زیاد نیست، زور ما کم. زور ما فهمه. برگردی به عقب چی رو تغییر میدی؟ برگردم به عقب اما رشتم رو تغییر میدم. چی میخونی؟ میخوام پزشکی بخونم. مادرم میرسم مکه از بچگی آرزوم بود که نتونستم این کارو بکنم. حرف آخر چیه؟ جوونا پاسم داد یا خدای خیلی بد. نه بارون هست. ما میتونیم تصمیمتو بزنیم که اشکال نداره.